فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تارا اسمم از ایران. خواستم بپرسم که آیا یه زن میتونه نماز جنازه بخونه؟ جزاکم الله خیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و تشکر میکنم از شما. قسمت اول سوالش من آیا زن میتونه نماز جنازه بخونه؟ نماز جنازه بله، نماز جنازه هیچ اختصاصی به مرد نداره. اگر نماز جنازه در جایی برگزار شده بود که اساساً زنها حضور داشتند، برای زن تشییع جنازه، رفتن سر قبرستان منع شده. از نظر شرعی جایز نیست که سر قبرستان برن. اما فرض بکنیم که در مسجد نماز میخوندند یا اینکه مانند حرمین زنها میرفتن برای نماز و نماز جنازه در اونجا اقامه میشد، یا در شهری بعد از نماز جمعه یا بعد از نمازهای پنجگانه مثلا در مسجد نماز جنازه خوانده میشود و زنها اساساً حضور دارند در اونجا، جایز است برایشون که نماز جنازه بخونند. و نماز جنازه زن و مرد با هم دیگه هیچ گونه تفاوتی نداره، مثل مردان میتونن نماز جنازه را بخونن. منتها رفتن به قصد شرکت در نماز جنازه، تشییع کردن میت به قبرستان رفتن زن، این موارد ناجایز هست و نباید این کاری رو انجام بدهند. اما اگر اتفاق افتاد که در مسجد این نماز جنازه انجام شد، زن که حضور داشت در اونجا میتواند که نماز جنازه رو هم در واقع پشت سر امام بخواند.